داملا یک سوال دارم. در محله ما یک شخص است. ما وقتی که از شما و امر معروف به او میرسانیم، او علم دنیا دارد، میگوید همه این افسانه است و صلی الله علیه و سلم را تحقیر میکند. آیا ما او را دشنام دهیم یا نه؟ اگر شما مشکلی با ریختن موی سر دارین، ریشتون رو قوس کردن میخواین، سفیدچه‌های پوستی بدن دارین، شادی نمود بیماری‌های دیگری که در عکس دیده شده‌این، با این بارداران مراجعت کنید. دستافکا در شهر مسکو و سن پترزبورگ در مهلت 1 ساعت و با دیگر شهرها 3 روز 4 روز به تاجیکستان هم میبرد. داروهای اولا در این سوال‌ها و در شنیدن این سخن‌ها ما تعجب نکنیم. این جای تعجبش هم نیست. میگویند که در هر جایی که یک محمدی باشد یک ابولهب هست. در هر جایی که امت اسلام باشد در پهلوش یک یهودی هست. این جای تعجب نیست. رسول اکرم که معجزه عیان داشتن، ظاهر به مردم معجزه را نشان میدادن، باورش نمیکردن. امروز ایکو کور است، علم دنیا ندارد. اگر علم دنیا می داشت او به قدر اسلام و به قدر رسول اکرم می رسید، لیکن در علم دنیاش هم نقص است. علم دنیادار بسیار است. ما طرفدار همو بندگان هستیم که علم دنیا دارند و علم آخرت دارند. ما علم دنیا را تحقیر نمی کنیم. ما خود طرفدار هستیم و تمام جوانها را میگم تا علم دنیا را اگر شما نگیرین، شما با علم اسلام کم آشنا میشین. اول انسان باید علم دنیا را پخته بگیرد، بعداً البته چی در برابر این با علم اسلام چنگ بزند. من دوست می‌دارم که فرزندان مسلمان همه ما و شما دکتر باشند، انجینیر باشند، کارگر مثال سوت و پرکرار و میلیسه و کگب و دیگر اداره هایی که هست، در همه اونها فرزند مسلمان کار کند، مسلمان باشد. این برای ما و شما شرف است. لیکن این برادری که با او از امر معروف و نهی منکر میرساند، البته من بر شما یک بار درباره امر معروف و نهی از منکر گفته بودم که شما امر معروف و نهی از منکر در پیش هر آدم ضایع نکنید. خبر از علم دین کن اهل دین را، مکاری تخم هر شوره زمین را. بداند تشنه قدر کاسه آب، نداند کور قدر نور مهتاب. آخه از علم امر معروف و نهی منکر کسی را خبر بدین که او بر اسلام آشنا باشد، او دوستدار پیغمبر باشد، او تشنه باشد. کور، آدم کور قدر نور مهتاب از کجا میداند؟ و اونها شما هیچ وقت امر معروف و نهی از منکر نکنین تا وقتی که خدا اگر او را هدایت نکند. لیکن در مسئله دشنام دادن او، من بر شما یک حدیثی میگم. رسول اکرم میگوید اذا رأیتم المتواضعین فتوضعوا لهم و اذا رأیتم المتکبرین فتکبروا علیهم. وقتی که شما میبینین یک انسانی که خیلی تواضع دارد، خیلی شکستگی دارد، خیلی شما را احترام میکند، شما هم گفت پیغمبر او را احترام کنید، شما هم او را اعزاز کنید، شما هم او را عزت ببخشین، شما با او گپ‌های خوب بگین. لیکن وقتی میبینین یک آدم تکبری که قرآن شما را دشنام میتد، یک آدم تکبری را میبینین که پیغمبر شما را دشنام میتد، داملای شما را دشنام میتد، مسجد شما را دشنام میتد، شما بی‌واسطه او را دشنام بتین. اون تکبری او ای چی تکبری است؟ با چی تکبری میکند؟ صد افسوس که او کس چنگ بر کتابای اسلامی نزده است تا که ببیند که اسلام چگونه یک دین مهربان است، یک دینی است که سر به سر نصیحت دارد. رسول اکرم من یک روز در اینجا در باب تکبریش روزی چهارشنبه بود و الله اعلم بعدای عصر ما با مردم دائم صحبت داریم. یک نرمی حضرت بگم. حضرت آفتاب هم این دنیا بدن، آفتاب او دنیا هم هستند. حضرت خداوند در قرآن چنان مدح کرده است، چنان تعریف کرده است، دیگر زبان ما لال است. روز میگد
یک جنگ باید آماده می شد. سرلشکر این جنگ رسول اکرم بود. پیش از آنی که محاربه را با این مثل این دشمن خدا وقتی که اگر سر میکرد میگد صفها را راست میکرد پیغمبر، صفها را راست میکردن. برای همین است که ما دائم تاکید میکنیم صفهای شما راست باشد. صف اگر راست باشد دل همه ما و شما راست میشود. رسول اکرم صفها را راست کردند و در دست میگه یک تیاق داشتند که با او تیاق میگد هر آدم میگد پس میکرد پیش میکرد، پیش ایست پس ایست گفته با همون تیاق میگد راهنمایی میکرد. به ناگاه میگد یک صحابه یک آدمی عادیه میگد از بین میگد با آواز بلند کرد گفت پیغمبری خدا تو در شکم من گفت با اون چوبی که در دست داری در شکم من زدی، شکم من آزار یافت. رسول اکرم گفت چیکار کنم؟ گفت من هم میخواهم که همون چوبی دست در داری، همون چوبی که در دست داری با همون چوبی تو در شکم تو بزنم. رسول اکرم بین آدمی که خداوند میگد ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، کسی که محمد پیرو می شود، کسی که در محمد بیعت میکند همچنان است که بیعتی در خدا کرده است. هم تضاد تیاق میگد همون چوب در دست همون صحابه داد که میگد از هر جانب آواز شد، ابوبکر از یک جانب، عمر از یک جانب، ای دوستی خدا این کار نکن، این پیغمبر است. لیکن رسول اکرم باشد چی میگفت؟ میگفت در نزد خدا همه ما یک هستیم و چوبه میگه دراز کرد بر این صحابه و گفت که قصد خودت بگیر. میگد اون صحابه چی گفت؟ گفت در حالتی که چوبه به جانب من دراز کرده پیغمبر این شکم بی من لیچ بود، شکم بیخت لیچ کن. رسول اکرم میگه شکمش لیچ کردن و این چوبه میگه این صحابه گرفت. همه منتظر است که چوب در شکم پیغمبر زده می شود، لیکن این صحابه پیغمبر مطلبش دیگر چیز بود. میگه بزانو زد و چهره خودش میگه در شکم پیغمبر خدا میمالید و بوسه میکرد و گفت که پیغمبر خدا من این شب خواب دیدم که در این جهاد من به شهادت میرسم، از این خاطر من خواستم که آخران ملاقات من بر تو همین خیل صورت بگیرد و این چهره‌ای که در شکم تو من میمالم میدانم که این چهره را دیگر آتش دوزخ کار ندارد، از این خاطر من این عمل بر تو کردم. مطلب ما چی است؟ مطلب ما این است که یک عادی ترین عسکری پیغمبری خدا قصد از پیغمبری خدا میگیرد، لیکن پیغمبری خدا بر او تیار است، تیار است که عادی ترین عسکری و عادی ترین امتی او از رسول اکرم چیکار کند؟ قصد بگیرد. یعنی رسول اکرم تکبری نداشتند. از این خاطر هر کسی که در کجایی که اگر از مردم ما و شما در پهلوی ما و شما قرآن دشنا میتد، پیغمبر دشنا میتد، ما هم حق داریم که او را چی دشنا میتد در جوابش دشنام بتیم. احترام نسبت آدمی خوب میکنیم. ما خداوند در قرآن چی میگه؟ واغلظ علیهم. محمد دیگر بر این کافرها تو دیگر گپی نرم نگو، بدرشتی با همراه اونها صحبت کن. السلام علیکم دوملای عزیز، یک سوال دارم. این شم قریب مانند به همین است. ما یک همسایه داریم، آن شخص در دیگر دین است، دینش دیگر است، یعنی دینی حضرت عیسی. ما با او گفتیم چرا دین اسلام رو نمیگیری؟ او گفت همین دین رو هم آخرتش جنت است. آیا این حقیقت دارد؟
این برادر سوال میکند که در همسایگی یک همسایه‌ای داریم که در دین حضرت عیسی هست. با او وقتی که تکلیف میکنیم که چرا دین اسلام قبول نمیکنیم، میگد عاقبت همین دین عیسی هم جنت است. فرقش چی؟ مطلب همین است. ما با همه دین‌هایی که بود و همه پیغمبرهایی که در قرآن ذکر شده است البته ایمان داریم. با همه دین‌هایی که بود ایمان داریم. با همه پیغمبرهایی که از حضرت آدم تا رسول اکرم به زمین آمدن به همگی ما ایمان داریم. لکن امروز قرآن در روی زمین است و رسول اکرم آخران پیغمبری هست که در روی زمین فرآمدند و دیگر بعد این پیغمبر نمی شود. ما هم یک جای تعجبش است، یک جای افسوسش است، چرا که ما ایمانی بر همه دینها و همه پیغمبرها داریم، لکن پیروان عیسی و پیروان انجیل عیسی چرا که رسول اکرم تصدیق نمیکنن با پیغمبریش و چرا قرآن کتاب خدا نمیشمارن؟ این برادری که گفته است عاقبت دین عیسی هم جنت است، این 100% غلط گفته است. زیرا که قرآن چی میگد؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الدین عند الله الاسلام. با درستی این که خدای ما و شما میگوید همان خدایی که انجیل روان کرد، همان خدایی که عیسی را روان کرد، همان خدایی که موسی را خلق کرد، همان خدا چی میگد؟ با درستی این که نزد من دینی که نجات دارد این اسلام است، فقط اسلام دینی شناخته شده است. دیگر دینها را خداوند نام نگرفت، بلکه چی گفت؟ بلکه خداوند بر ما و شما میگد واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. خدا در قرآن میگوید ای تمام مردمی که در دین موسی هستین، در دین عیسی هستین، یا در دین زردوشت که دین زردوشت که کلا باطل است، اگرچه باشه ما ایمان داریم، اگر در قرآن باشد، اگر در صف هم پیغمبرها باشد ما با او ایمان داریم، لکن باوری دارم که این هم یک دینی باطل است. خب خدا خطاب میکند همه شما واعتصموا بحبل الله، شما امروز به چنگ بر ریسمان قرآن بزنین، ولا تفرقوا، دیگر در دیگر دینها داخل نشین. مراجعت خدا بر ما و شما همین است. در دیگر جای قرآن سوره آل عمران چی میگوید خدا؟ و ما یبتغی غیر اسلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الاخرة من الخاسرین. اینا ما از او شخص او دین را هرگز قبول نمیکنم. لن معنای هرگز میتد، هرگز قبول نمیکنم. و هو فی الاخرة من الخاسرین، و مکافات آدمی که در غیر دین اسلام است این زیان در حق جان خود کرده است و او در قیامت نصیب جنت نمی شود. بین از کجا؟ اگرچه امروز حمله های این دین های بیگانه در مردم ما و شما بسیار است، ما و شما احتیاط کنیم، تشنه میمانیم. به خدا قسمی تشنگی ما و شما تشنگی دوره صحابه پیغمبر نیست. اذیت میکشیم، مشقت میبریم، تمام فتنه ها را بالای سر قبول میکنیم، لکن پیروی پیغمبر را از دست نتین و الا شما زیانکار در آخرت میشین. من بر شما همین قدر خاتمه گپ دارم. این بهترین دین است، این بهترین پیروی هست. کسی پیروی عیسی است، کسی پیروی موسی است، هرچی نیکی هم که کند در همین دنیا خداوند نیکیش را جزاش میتد.